گروه انیمیشن فاطمه الزهرا سلام الله علیها تقدیم می‌کند. نیکا شهید تهرانی مقدم زنده بود و این روزها رو میدیم که چطور دستاوردهای اون داره به دشمن مفهوم هیهات منزل در اون نشون میده و تازه نبرد شروع شده. هدف تایید میشه. 150 درجه غربی، آغاز هدفگیری لیزری. قربان هلیکوپترها تک‌تیراندازی رو پیاده کرد. تا 10 ثانیه دیگه آماده شلیک قربان. آغاز مرحله دوم عملیات. آتش! نبردی بزرگ در آبهای خلیج فارس. نبرد روی خط آتش. اینجا ایرانه، جایی که واسه همسان تو یعنی آخر دنیا. اگه 20 درجه این طرف تر بیاییم اونجا رو گورستان شما خواهیم کرد. نبرد خلیج فارس، تهیه کننده و کارگردان فرهاد عظیما، به زودی در سینماهای سراسر کشور. نیتشون عوض نشد. دستکش مخملی روی پنجه چدنی کشیده باشید و دستتون دراز کنید، ما دستمون دراز نمی کنیم. لبخند و روی خوش تاکتیکی بچه ها رو فقط فریب میده. یک ملت بزرگ با این تجربه، مسئولین برگزیده یک چنین ملت اگر فریب بخورن خیلی باید ساده لوح باشن. اسرائیل تا به حال اقدام به شلیک چندین موشک هسته‌ای به خاک ایران اسلامی کرده که این حملات هر بار توسط سپر دفاعی قرارگاه خاتم الانبیا رهگیری و خنثی شدند. سازمان ملل در اقدامی معنادار ایران رو دعوت به خویشتن‌داری کرده، اما اقدام جنایتکار جمهوری اسلامی عقب نشینی نخواهد کرد. آمریکا هم هیچ غلطی نمیتوانه بکنه. پرنده های اسرائیلی در تیررس شما هستند. بیایید بهشون نشون بدیم ایرانی‌ها همیشه لبخند نمیزنن. اعلام به تمامی واحدها درگیر میشیم. اینجا سپر تاکتیکی ذوالفقار 5. تمام شبکه‌های راداری در حال کشف و جستجوی اهداف برای درگیری در سطح شماره 3 هستند. شنیدم، به شلیک ادامه میدید. تمامی واحدها آماده درگیری هستند. اعلام به تمامی واحدها آماده برای انجام تله پدافندی در سطح شماره 3. طبق گزارش‌های رسیده، ستون‌های زرهی سپاه اسلام پیشروی خودشون رو به سمت نقطه اصلی شهر یعنی مسجد الاقصی آغاز کردند. شهرهای مهم تل‌آویو و حیفا عملاً خالی از سکنه هستند. دریافت شد، میریم داخل. بیش از 2500 نفر از سربازان صهیونیست خودشون رو تسلیم نیروهای متحدین اسلام کردند و همکنون این آمار رو به گسترشه. اعلام به تمامی واحدها درگیر میشیم. سپرهای ذوالفقار 3 درگیر میشن. یا زهرا! مسافرین گرامی، به امید خدا تا دقایق دیگر در فرودگاه شهید راشلگوری بیت المقدس به زمین خواهیم نشست. جمهوری اسلامی دنبال استقلال خودشه، دنبال آزادی خودشه. اینا حقوق این ملته. به این حقوق هر کسی تعرض بکند، ملت ایران با همه وجود او رو به زانو در خواهد آورد. اسکاتران شماره 14 اجازه درگیری تایید میشه. دریافت شد. چند فروند موشک اسرائیلی در تیررس ما هستن. شلیک کردن. خدای من، بمب منفجر شد.
الله من ینصره ان الله لقوی عزیز. بیشک بدون تردید خدای متعال اون کسانی را که دین او را و اهداف او را یاری کنند یاری خواهد کرد. این سخن راستی است، این وعده صادقی است.